He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. اینا الان یه سریال دارن ساختن شروع کردن به عنوان مسیحا مسایا، به عنوان مسیحا مسایا. منجی چهره کاملا شرقی خاورمیانه‌ای داره، کارهای خارق العاده انجام میده، طی الارض میکنه، میندازنش تو زندان، تو زندان غیب میشه، یعنی هیچ جوری نمیتونه کنه. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. و تأثیر میذاره رو مردم غربی. خب یعنی همه شیفتش میشن عاشقش. خب سیزن اول این فکر می‌کنم تمام شد. اما نکتهش اینه که این ادامه داره. و در ادامه ما حالا نخواهیم پیشگویی کنیم، اما پیش بینی رفتارشناسی می‌کنیم اینا رو. در ادامه این فرد که اول همه دنیا و آدم خوبی می‌بینن تبدیل خواهد شد به دجال. اول یه ایجاد ترس میکنن، یعنی این تو ذهن ثبت میشه. مرحله دوم میخواد بگه که حالا دیدی اون موجود مخوف میتونه ماسکی از زیبایی هم داشته باشه ها. میتونه خود این کسی که این همه قدرت داره نمیتونه چهرهشو شبیه آدمای کنونی کنه، یکی مثل خودمون باشه. اما عمدن رنگ و بوی چهره خاورمیانه. اینو میدونید که منجی در مرام اینها حیثیتیه، حتما باید چهره آنگلوساکسونی داشته باشه. این نژاد فقط میتونه منجی باشه. اما برای اولین بار یه چهره شرقی رو آوردن نشون دادن. میخوام بگم مثلا منجی نیست. تو این سریال تو بخش بعدیش خواهید ربط پیدا خواهد کرد به شیعیان 12 امامی که به فرماندهی ایران دارن منطقه رو تحت کنترل خودشون. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. And who is your father? تیپیکال کاملا منجی شیعیانه. و یک سریالی که حالا تو دنیا خوب دیده میشه و ذهنها ساخته میشه. فردا روز امام زمان ظهور بفرمان، خب او امام خطاب خواهد شد، چهره شرقی دارند. میدونید چه عرض میکنم؟ مردم ما به ازای تو ذهنشون از قبل نسبت به او دارن و با این عینک نگاه میکنن و این به نظر من اونا دارن موفق میشن و ما هم همه ساکتیم. چطور ما اینقدر بی تفاوتیم نسبت به این مسئله، در حالی که بیس و ریشه ما عقیدتیه. این وقتش ما امر به معروف بکنیم و نهی از منکر کنیم مسئولینمون رو. که عزیزان ما الان مهدویت و نگاه آخرالزمانی، نه نگاه آخرالزمانی وهمی تخیلی، نه یه نگاه مستند، منطقی، معقول، فطری. کجای برنامه هایی؟